من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا الشفيع. در آیات گذشته بعد از چند امر از امور انتظامیه امر مصلحی آغاز شد و اون امر مصلح مسئله صیام بود. اما در این آیه سوالی که مطرح شد اون سوال در رابطه با ماه بود. خداوند عزوجل در رابطه با ماه بیان می فرمایند، توضیح می دهند که هی مواقیت للناس والحج. اما بحث اینجا هست که سوال چی بود و آیا جواب همان سوال هست یا جواب با سوال مطابقت ندارد. بعضی معتقدند که جواب و سوال با هم مطابقت دارند. سوال از این بود که چرا ماه زیاد و کم میشه، باریک و کامل میشه، کوچک و بزرگ میشه. جواب دادند که به خاطر مواقیت شما هست، مواقیت مردم و حج هست. چنانچه ابن جریر می فرماید که ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عن زیادت الاهلة و نقصانها. رسول الله صلی الله علیه وسلم را سوال کردند، ایشون سوال شدند از زیادت ماه و نقصان ماه، اضافه میشه کم میشه، فی اختلاف احوالها، احوالش مختلف. ابن جریر. ولی بعضی معتقدند که سوال با توجه به اینکه سوال مناسبی نبود، پاسخ چیزی دیگه هست. به همین دلیل یکی از رسوم جاهلیت هم اینجا در ادامه پاسخ ذکر شده، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. اشاره به این هست که این نوع سوالات در بر و نیکی داخل نیستند و حکمت ماه را بیان فرمودند که اصلا فلسفه وجودی ما، حکمت خود حلال
این هست که مردم مواقیت خودشون را بشناسند، ایام را بدانند، ماها را بدانند و اعمال را، حج را، روزه را بجا بیاورند. شاه ولی الله رحمه الله معتقدند که بعضی سوال کردند که آیا در حج فقط در ایام اشهر حج لازم هست یا هر وقتی می توانیم حج بکنیم، حج را بجا بیاوریم؟ پس این سوال در مقابل جواب در مقابل این سوال حج هست که فرمود هی مواقیت للناس والحج. اما با این توضیح و با این تقریر باز هم ربط آیه، مناسبت آیه با آیات گذشته زیاد معلوم نمی شود. بنابراین اینطور معلوم میشه که سوال، چون که در آیات گذشته بحث چیه؟ بحث ماه رمضان هست، بحث روزه هست، لذا سوال و جواب در رابطه با روزه بود. سوال اینه، اصل سوال این است که درست روزه فی ذاته موجب قرب الله عزوجل هست، به خاطر خدای تعالی انسان نمی خورد نمی نوشد. اما آیا باید در ماه رمضان باشد یا اینکه انسان فقط 30 روز نخورد ننوشد، امساک بکند، 30 روز کفایت می کند؟ جواب دادند که باید در ماه رمضان باشد و حکمت اصلا ماه و فلسفه وجودی ماه این هست که شما اعمالتون را، عباداتتون را انجام بدهید، بدانید که کدوم ماه تمام شده، کدوم ماه آغاز می شود. ماه شعبان تمام شده، ماه رمضان آغاز شده و ماه رمضان را به هر حال شما روزه بگیرید، ماه حج بکنید. پس این دلیل کمی و بیشی ما هم همین است که هر انسانی اول و آخر ماه را تشخیص بده بدونه و عبادات و اعمال خودش را بجا بیاورد. لذا با این توضیح میشه که آیه را بگیم با ما قبل مناسبت دارد، با ما قبل ارتباط دارد. علی ای حال سؤال از ماه بود. یسألونک عن الاهله، شما را سؤال میکنند از ماها. قل هی مواقیت للناس والحج، اعلام بفرمایید که این ماه مواقیت هست، سبب میقات هست، یعنی بیان کردن میقات و زمان هست برای مردم و همچنین بیان کننده میقات و زمان حج هست. اکنون الله تعالی زجر بیان می‌فرماید که این زجر همراه با تمثیل است، یعنی انسان باید همیشه کاری بکند که اون کار جز کارهای بر باشد، کارهای خوب باشد، کارهای مفید باشد. بر این نیست، نیکی این نیست که شما خانه هایتون بیایید از پشت خانه ها، ولکن البر من اتقى. اما بر این هست که بر یعنی زلبر کسی هست که تقوا داشته باشد. اینجا این آیت بفرمایید که رسمی بود از رسوم عرب ها که در ایام حج و در ایام احرام وقتی که می رفتند خانه خدا را طواف می کردند، بیت الله را طواف می کردند، به خانه وقتی که می آمدند می گفتند از در داخل نشیم، بلکه از پشت یا سوراخ می کردند یا پنجره ای را پیدا می کردند، از پشت می آمدند. این را یکی از اعمال بر می دانستند. الله تعالی می فرماید که این که از پشت خانه ها وارد بشید، ولکن البر من اتقى، اما بر این است که انسان پرهیز بکند از حرام، اجتناب و دوری بکند از حرام، از محرمات الهی.
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا خانه هایتون را بیایید از درهایشان واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصل الاصول همینه، واتقوا الله، تقوا، خدا ترسی، دوری از معاصی و محرمات، لعلكم تفلحون. ثمره تقوا هست. لعلكم تفلحون چیه؟ ثمره تقوا هست. اگر تقوا را پیشه گرفتید، اگر از خدا ترسیدید، لعلكم تفلحون، یقینا رستگار میشوید، یقینا کامیاب میشوید. تفلحون بنویسید فی الدارین، در هر دو جهان، در هر دو عالم شما چی میشید؟ رستگار میشید. خب تا اینجا امر مصلحی بود که خواندیم. قبل از این امر مصلح که مسئله روزه بود، قبل از این امر مصلح 3 تا از امور انتظامیه بیان شد و اکنون امر اصلی انتظامیه که واقعا نظم و نسق ایجاد می کند، آرامش ایجاد می کند، مسئله جهاد هست. جهاد باعث میشه که هیچ ظالمی، هیچ زورگویی، ستمگری بر کسی ستم نکند، عدالت روی زمین اجرا بشه، هر کسی به حق خودش برسد. لذا الله تعالی مسئله جهاد را عنوان می فرماید که مسئله جهاد یکی از موضوعات مهم سوره بقره هست. در میان جهاد، بحث جهاد و تذکره جهاد مسائل دیگه هم میاد، حج میاد، دیگه مسئله میاد، ولی مجددا مسئله جهاد چی میشه؟ تکرار میشه. الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اما این آیه را اگر دقیق بررسی بفرمایید، دقیق مطالعه بفرمایید، برای جهاد شرایطی در این آیه می توانید پیدا کنید، استنباط کنید. ببینید اسلام دین شمشیر نیست، دین خشونت نیست، دین جنگ نیست، اما جنگ در شرایطی که تحمیل بشه. در واقع جهاد همون 2 نوع جهاد است. جهاد دفاعی هست که مسلمانان از خودشون دفاع میکنند، جهاد اقدامی که مسلمانان اقدام میکنند، اون هم در واقع نوعی جهاد دفاعی هست. چون در جهاد اقدامی بیشتر اقدام میشه بر علیه کسی که از اونها خوف و از اونها بیم هست که اونها مبادا چی بکنند؟ حمله بکنند. در تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر حال اقدام کردند و صحابه را برداشتند و تشریف بردند، چون که خبر داشتند که رومی ها، مسیحیان، دشمنان دارند لشکر آماده می کنند که بر مسلمانان حمله ور بشند. لذا در جهاد اقدامی، حتی همون جهاد تهاجمی، تهاجم اونجای صورت میگیرد که خطری از اون طرف احساس بشه، خطر ناامنی، خطر به هر حال جنگ. پس اینجا 3 شرط ما برای جهاد میتونیم از این آیه استنباط بکنیم. شرط اول این که در جهاد شما مسلمانان آغازگر نباشید. در جهاد شما مسلمانان آغازگر نباشید، ابتدا از شما، ابتدای کار از شما نباشد. دوم، جهاد با کسانی که با کسانی بجنگید که با شما می جنگند، یعنی در میدان نبرد برای جنگ آمده اند، یا کسانی که اینها را پشتیبانی میکنند، اونها هم به نوعی دیگه شریکند. کسی اسلحه میده، هواپیما میده، امکانات میده، اون هم دیگه در واقع عملا چی هست؟ شریک هست. این 2 شرط را ما در الذین یقاتلونکم میتونیم پیدا بکنیم، هر 2 شرط را استنباط بکنیم. ببینید وقاتلوا، بجنگید در راه خدا فی سبیل الله. با کی؟ الذین یقاتلونکم، اونهایی که با شما می جنگند. خب چه کسانی با ما می جنگند؟ اولا اقدام از طرف اونهاست،
پس ببینید اقدام از طرف شما نباشد، آغازگر شما مسیر تا مسیر دعوت است، مسیر خیرخواهی هست، مسیر اصلاح است، شما به دعوتتون ادامه میدید. وقتی که اونها الذین یقاتلونکم اونها جنگیدن شما بجنگید. این شرط اول از الذین یقاتلونکم چی میشه؟ استنباط میشه، گرفته میشه. و شرط دوم باز هم الذین یقاتلونکم با همونهای بجنگید که با شما می جنگند. بقیه کفار که با شما جنگ ندارند، با شما ستیز ندارند، با اونها نجنگید. شرط دوم هم چی شد؟ در الذین یقاتلونکم پیدا شد. شرط سوم ولا تعتدوا، تعدی نکنید، متجاوز نباشید. تعدی نکنید، متجاوز نباشید. معنیش چیه؟ معنیش اینه که کسانی که نمیتونن بجنگند، کسانی که ضعیف هستند، اونها را شما به اونها تعرض نکنید، به زنان، به بچه های خردسال، پیران، پیرمردها، پیرزنها. عنایت بفرمایید اینجا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در تفسیر این که ولا تعتدوا می فرماید لا تقاتل من لا يقاتلك. ولا تعتدوا یعنی چی؟ لا تقاتل من لا يقاتلك، یعنی النساء والصبيان والرهبان. النساء والصبيان والرهبان، زنان، بچه ها و دراویششان، علمایشان، کسانی که به هر حال به همون عبادت خودشون میپردازند. چون که در ادیان دیگه اصل بر این است که علماء دینی و مذهبیشان با کار جنگ و با کارهای سیاست کاری داشته نباشند. لذا نه اون علمایی که در واقع برنامه ریز هستند، نه اونهایی که پشتیبانی فکری میکنند، نه اونهایی که در واقع به اصطلاح تئوریسین هستند، فکر میدند، برنامه میدند، نه اونها منظور نیست. اون رهبانی که کاری نیستند، اونها میدونند و کلیسایشون، اونها میدونند و معبدشون با بقیه مسائل کار ندارند. اونها را هم نکشید. ابن جریر این حواله اصلی بود ابن جریر. پس سه شرط بود: یک، شما اقدام نکنید، شما آغازگر نباشید. دو، فقط با اونهای بجنگید که با شما می جنگند یا جنگ کنندگان با شما را چی می کنند؟ حمایت می کنند، پشتیبانی می کنند. سه، متجاوز نباشید، به زنان و پیران و بچه ها تعرض نکنید. پس امر جهاد را الله تعالی با این شرایط آغاز فرمودند. الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید در راه الله، فی سبیل الله یعنی دین الله و توحیدی، در راه دین الله، در راه توحید الله، اعلاء کلمت الله بجنگید. الذین یقاتلونکم، آنانی که با شما می جنگند. ولا تعتدوا، شما متجاوز نباشید. ان الله لا يحب المعتدین، این علت است. بدون شک الله عزوجل دوست ندارد متجاوزین را. المعتدین متجاوزین عن الحدود، خداوند متجاوزین را دوست ندارد. لذا شما تجاوز نکنید. وقتی که جنگ شد دیگه بعد از اونها را امان ندید، پناه ندید، نگذاری راحت بشند. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، آنها را از پای در آورید، آنها را بکشید هر جا یافتید. آنها را ثقفتموهم ای وجدتموهم، هر جا یافتید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، آنها را بیرون کنید از آن جایی که شما را بیرون کردند. یعنی مکه مکرمه، مکه مکرمه، سرزمین حرم، سرزمین رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اینجا اشکال مواجه میشیم. سرزمین حرم نیست،
اونجا جنگ کردن حرام نیست؟ چرا نیست؟ هست، ولی اونجا عملی داره انجام میگیره که از جنگ کردن به مراتب حرامتره، قبیحتره، زشتره. اون چیه؟ شرک با خدای عزوجل، عبادت غیر الله. لذا اگر اونها اعتراض دارن در این که در سرزمین حرم چرا جنگ، بگویید در سرزمین حرم چرا شرک. و اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. فتنه یعنی چه؟ بله، غلبت الشرک، غلبه شرک اشد من القتل، شدیدتر است از قتل در ضرر. اینجا بعضی ها والاخراج را هم چی کردند؟ قید کردند، یعنی اشد من القتل والاخراج، چون اخرجوهم بود، اونها هم شرک میکنه هم شما را بیرون کردند. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما نجنگید با آنها نزد مسجد حرام حتی یقاتلوکم فیه، حتی که اونها باز هم با وجود این اونها آغاز بکنند، شروع بکنند اون وقت حتی یقاتلوکم فیه. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، اگر آنها با شما جنگیدن شما هم با آنها بجنگید. كذلك جزاء الكافرین، جزای کافران چنین هست. عنایت داشته باشید بعضی معتقدند که در سال 6 هجری وقتی که اهل مکه نگذاشتند رسول الله صلی الله علیه و سلم احرام ببندد، خب بعضی از اونها تعرض کردند. بعد از معاهده قرارداد خواندیم، شما در سوره فتح خواندید که تعداد 80 نفری از مشرکان تعرض کردند، اونها دستگیر شدند. خب تعرض از اونها بود، سرزمین حرم بود. بعد از اون آنها را رها کردند، بناش سال 7 بیاند. خب صحابه از این دغدغه داشتند که سال 7 بیاند برای عمره، و اگر اونها به ما تعرض کردند مثل این که در حدیبیه تعرض کردند، به ما حمله ور شدند، اون وقت ما اگر بجنگیم در حرم چی هست؟ چی میشه؟ الله تعالی می فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، شما اقدام نکنید، شما آغازگر نباشید. اما فإن قاتلوكم فاقتلوهم، دفاعا اونها را بزنید، اونها را بکشید، با اونها بجنگید. كذلك جزاء الكافرین، جزاء کافران این چنین است. الله تعالی می فرماید فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. فإن انتهوا ای فإن انتهوا عن الشرك والقتال بنویسید، یعنی اگر اونها چی کردن؟ توبه کردن، باز آمدن. الله می فرماید فإن الله غفور رحیم. این ثمره چی هست؟ ثمره اخرویشون هست، که یعنی اگر از جنگ باز آمدند، از شرک هم باز آمدند، خداوند اونها را می بخشد، به پرونده سنگین گذشتهشون نگاه نمی کند. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. الله می فرماید با آنها بجنگید حتی لا تكون یعنی لا تبقى، لا تكون فتنه، باقی نماند فتنه، یعنی غلبه شرک. ويكون الدين كله لله، دین یعنی غلبه دین الله باشد، همه دین برای خدا باشد. فإن انتهوا، باز هم فإن انتهوا بار بار ترغیب به سوی توبه هست. اینجا هم تفسیر جلالین میگه فإن انتهوا عن الشرك، اگر آنها از شرک باز آمدند، توبه کردند، فإن الله فلا عدوان الا على الظالمین، دیگه تعدی نیست، چون بعد از اون تعدی میشه مگر بر ظالمان، کسانی که ظلم کردند. الشهر الحرام بالشهر الحرام
والحرمات قصاص. خب این در مقابل همون اشکالی که عرض کردم، اگر ما بیاییم سال آینده این ماهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عمره تشریف آوردن چه ماهی بود؟ ذوالقعده بود، ماه حرام بود. قرار شد سال آینده همین ماه بیاند. اگر ما بیاییم سال آینده ماه حرام هست، اگر تعرضی انجام بگیرد در ماه حرام چی؟ باز اگر تعرض در حرام باشه چی؟ الله تعالی می فرماید الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام. یعنی اگر برای شما ماه حرام است، برای اونها هم ماه حرام است. والحرمات قصاص، در حرمات برابری هست. یعنی اگر اونها حرمت را رعایت کردن، شما هم باید رعایت کنید. اگر اونها شکستند و تعرض کردند، دیگه این نیست که دستهای شما بسته باشه به شما حمله بکنند. اینجا دیگه حرمت شکنی چیه؟ برابر از اون طرف شد، از طرف شما هم میشه. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. الله می فرماید کسی که بر شما تعدی کرد، متجاوز شد، فاعتدوا علیه، شما هم ببینید اینجا فاعتدوا اعتداء آمده، به هر حال مماثلت و مشابهت برای بخاطر جوار هست، بخاطر همسایگی هست، و الا این که شما انتقام میگیرید این اعتدایی نیست. این از قبیل چی هست؟ جزاء سیئه سیئه هست، در حالی که جزاء سیئه سیئه نیست. جزای کسی که به شما بد میکند، شما انتقام خودتون را بگیرید، شما خوب کردید، ولی قرآن مشاکلتاً چی سیئه را بکار برد. اینجا هم فاعتدوا، یعنی شما انتقام بگیرید، شما هم تعدی بکنید، بمثل ما اعتدى علیکم، بر او بمثل آنچه که بر شما تعدی کرده. اما واتقوا الله، این نسخه عمل است. اگر این تقوا باشد، خدا ترسی باشد، انسان تعدی نمی کند. هر جا باید خدا مد نظر باشد. ببینی عزیزان، در جهاد جایی هست که از همه جا بیشتر لازم هست اونجا تعدی انجام نگیرد، اونجا تقوا مد نظر باشد. چون که اونجا مجاهد قدرت دارد، اسلحه دارد، نیرو دارد. کسی که با وجود این همه امکانات از خدا می ترسد، تعدی نمی کند، این واقعا کمال هست. پس اونجا هم خداوند می فرماید واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. این نسخه تقوا است. تقوا چطور حاصل میشه؟ واعلموا ان الله مع المتقین، یقینا بدانید که خداوند همراه متقیان هست. وقتی که انسان این استحضار را داشته باشد که خدا با متقین هست، خدا با ماست، خب این تقواش خود به خود چی میشه؟ افزونی پیدا میکند، بیشتر میشه. لذا واعلموا ان الله مع المتقین، این معیت به اعتبار چی هست؟ بنویسی بالنصر والاعانه، همراه متقین است با چی؟ بالنصر والاعانه، با یاری رساندن متقین، اعانه متقین. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم. امری دیگر از امور انتظامیه، انفاق که در واقع اخل جهاد هست، تقویت کننده جهاد هست. جهاد بدون انفاق مالی به پیش نمیره، تقویت نمیشه. لذا الله تعالی ترغیب علی الانفاق میدهند. الله می فرماید و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و خودتان را با دستهای خودتان به هلاکت نیندازید. ببینید هلاکت، خودمون را با دستهای خودمون به هلاکت انداختن یعنی چه؟ یعنی جهاد را ترک کنیم، انفاق را ترک کنیم. علامه آلوسی این همین کلمات را نوشته ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بترک الغزو والانفاق فيه، بترک الغزو والانفاق فيه.
با ترک کردن جهاد و انفاق در جهاد. اقوامی که جهاد را ترک کردند، اقوامی که این فریضه مهم الهی را کنار گذاشتند، اونها با ذلت مواجه شدند، ذلیل شدند. اما اقوامی که جهاد را احیا کردند، زنده کردند، این اقوام واقعا عزیز شدند. الله تعالی بهشون عزت داد. یک دوستی و عالمی تعریف میکرد از استانی در افغانستان، زمانی که امریکایی ها بودند، هنوزم هستند، گفتند که خیلی خدمت رسانی خوب هست، حتی در مسائل مذهبی. اون شهری که ایشون بودن تعریف کردند که 50 تا مسجد خود دولت ساخته، دولتی که به هر حال در واقع به دست آمریکاست. گفتیم که این برکت جهاد هست. اونها دلشون برای مسلمانان نسوخته، اونها دشمنیشون دشمنی آمریکایی ها با همین نماز هست و با مساجد هست، ولی میخواهند که خودشون را در دل مردم عزیز نشون بدهند. از اونهایی که به هر حال سلاح به دستشون هست و در کوها هستند، از اونها میترسند، از اونها هراس دارند، لذا خودشون را محسن نشون میدهند، خودشون را خیرخواه مردم نشان میدهند، خودشون میان با دستان خودشون با شما برای شما مسجد میسازند، برای شما مسجد درست میکنند. این در واقع برمیگردد به عزتی که خداوند به برکت جهاد داده. جهاد چون که اونجا احیا هست، الله عزوجل عزت میده. پس واقعا ترک جهاد ذلت است، ترک جهاد خودکشی هست، ترک جهاد خود را به پرتگاه انداختن است. هر جایی که مجاهدینی هستند برای دفاع از مظلومین جهاد میکنند، حتی حکومتهای ظالم، حکومتهای نامسلمان، میبینیم اونجا خیلی رعایت مسلمانان میکنند، خیلی به مسلمانان بها میدهند. دلیلش چیه؟ از مجاهدین میترسند، از جهادگران چی؟ هراس دارن، بیم دارن. پس الله تعالی میفرماید که خودتون را به هلاکت نیندازید. هلاکت انداختن چیه؟ با ترک جهاد و با ترک انفاق فی سبیل الجهاد هست. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، دستهایتون را یعنی خودتون را با دستهای خودتون به هلاکت نیندازید، خودکشی نکنید. خودکشی، ترک جهاد خودکشی هست، ترک جهاد ذلت قبول کردن هست. و احسنوا ان الله يحب المحسنین، احسان کنید، احسان کنید. احسان را قبلا تفسیر کردیم، چیه؟ اخلاص. هر کاری میکنید، چه جهاد میکنید، چون مل احسان یا رسول الله ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. این بغیر از معنای اخلاص معنای دیگه نداره. کار فقط برای خدا، رضای مولا. لذا و احسنوا، بحث انفاق آمد، بحث جهاد آمد. بعد از انفاق و جهاد مگر احسان به معنای عام احسانی بزرگتر از جهاد؟ در حق تمام مسلمین مجاهد احسان میکند، کسی که خرج میکند در حق همه احسان میکند. ولی بعد از جهاد و بعد از انفاق الله میفرماید و احسنوا، یعنی اخلاص داشته باشید در کارتون، کارتون برای رب باشد، برای مولا باشد. و احسنوا، جهاد که میکنید، انفاق در راه الله دارید، و احسنوا، با اخلاص باشد، اخلاص داشته باشید. ان الله يحب المحسنین، بدون شک خداوند دوست دارد مخلصین را. آن مخلصینی که در راه الله خرج می کنند، المحسنین بالنفقه فی سبیل الله، احسان می کنند با نفقه در راه الله، در راه خدا خرج می کنند. خداوند واقعا خرج کنندگان، اون کسانی که خرج میکنن با اخلاص، و در واقع خرج کردن تعمیلی هست
دستورات الله به تک تک آیات قرآن الله اینها را دوست دارد. خب این امر جهاد، باز امر جهاد هنوز ادامه دارد، اما عرض کردم در میان امور انتظامیه امور چی بیان میشه؟ مصلح بیان میشه. یکی از امور مصلح روزه بود و اکنون امر مصلح دیگر حج است. الله حج را میفرماید که هم تکمیل بکنید، حج را هم ادا بکنید. و اتم الحج والعمرة لله، تکمیل کنید حج را و عمره را برای الله. چون آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عمره نگذاشتند، احصار شد، لذا الله می فرماید فإن احصرتم فما استيسر من الهدی. احصار به معنی جلوگیری، ممانعت. فإن احصرتم ای منعتم، شما محصر شدید، جلوی شما را گرفتند. به سبب چی؟ یا به سبب احصار، گاهی به سبب مریضی هم میشه، گاهی به سبب دشمن میشه. لذا من مرض او خوف عدو، مرضی بود یا دشمن بود. الله می فرماید فما استیسر من الهدی، بجای این احرامی که بستید برای حج، برای عمره، آنچه که برای شما میسر هست از قربانی. هدی انسان بکشد، قربانی بده تا اینکه خودش را، در واقع دم احرام هست، تا که خودش را حلال کند، آزاد بکند. اما تا زمانی که این هدی به محلش نرفته، محلش کجاست؟ حرم است. تا زمانی که هدی به اونجا نرسیده و ذبح نشده، تا اون زمان شما اجازه نداری خودتون را چی بکنید؟ آزاد کنید، حلق رأس بکنید، موهایتون را اصلاح بکنید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، شما سرهایتان را حلق نکنید تا اینکه این هدیه، این قربانی به محلش برسه، یعنی به حرام. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه، هر کسی که مریض بود یا به سرش ایذایی بود، سرش مشکل داشت، ناراحتی داشت، ففدیه من صیام او صدقه او نسک، بر او فدیه هست، یعنی در مقابل اون دم فدیه بده. فدیه چیه؟ من صیام 3 روز روزه گرفتن، او صدقه یا صدقه بر 6 مسکین صدقه کردن، او نسک یا قربانی که همین جا بکشد. فاذا امنتم من الاحصار، هرگاه ایمن شدید، احصار تمام شد یا مریضی از بین رفت یا خطر دشمن تمام شد، اکنون فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، هر کسی که تمتع بکند یعنی بهره بگیرد، بالعمرة الى الحج، به عمره به سوی حج، یعنی چه؟ یعنی عمره همراه با حج، این بهره را بگیرد. ببینید سفر حج است، ماه حج است، عمره همیشه میتونی بکنی، هر ماهی بری عمره مجازی، ولی برای حج فقط همون 3 ماه، شوال، ذیقعد، ذیحج، در اون 3 ماه میتونی احرام ببندی. پس این ماها باید بری حج. میایی میگه حج که میرم، در کنارش حسن استفاده میکنم، عمره هم انجام میدهم. بعضی از صحابه مخالف بودن با این، میگفته این سفر خالصتا باید برای حج باشه، من جمله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، استفردات ایشون بود، میگفت این سفر باید برای حج باشه، کسی اجازه نداره عمره بکنه، اون مخصوص رسول الله بوده. و سالی که رسول الله حج کردن، رسول الله 1 بار حج کردن، لذا کسی دیگه اجازه نداره. اما کسی که در کنار عمره، در کنار حج عمره هم میکند، عمره جداگانه میکند، قبل از حج و بعدا خودش را حلال میکند، آزاد میکند و منتظر میشه برای ایام حج، خب این متمتع هست.
پس فمن تمتع بالعمره الى الحج، بعضی گفتن که این تمتع مراد است، بعضی گفتن تمتع اینجا به معنی لغویش هست. به معنی لغوی یعنی چه؟ تمتع همین که بنده عرض کردم بهره بگیرد، پس شامل هم تمتع میشه هم قران میشه، چون در قران هم عمره همراه چی هست؟ حج است، ولی فقط فرقش اینه که یک احرام برای هر دو. اللهم انی اريد العمره والحج فیسرهما لی وتقبلهما منی، هر دو را انسان احرام میبندد. اما برای تمتع نه، اول احرام برای عمره هست، عمره را انجام میده، به جا می آورد، بعد از اینکه حلال میکند خودش را آزاد میشه، بعد از اون چی؟ در ایام حج روز هفتم احرام برای حج میبندد. خب این اصطلاحاً تمتع به همین میگند، و اون دیگری را که با هم انجام میده حج و عمره را، اون را چی میگند؟ قران میگویند. و اگر تنها احرام برای حج ببندد اون چیه؟ افراد است. خب بعضی گفتن فمن تمتع اشاره به هر دو هست، تمتع یعنی بهره گرفتن، بعضی میگن نه اون تمتع اصطلاحی هست، فقط بیشتر به همین نظر هستن که اینجا ذکر چی هست؟ تمتع هست. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج، متمتع هم قربانی دارد، دمی دارد، شکرانه دارد، پس آن قربانی که برایش میسر هست اون را بکشد، در راه الله قربان بکند. اما فمن لم یجد، کسی که نیافت، فقیر بود، نادار بود، الله جایگزینی گذاشته، فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، بر اوست 3 روز روزه گرفتن در ایام حج، در ایام حج، 7 و 8 و 9 و 7 اذا رجعتم، 7 روز دیگه وقتی که برگشتید. برگشتن معنیش این نیست که به خانه حتما برگرده لازم باشه، بلکه اذا رجعتم معنیش اینه که بعد از ایام حج، بعد از ایام حج، چون که امکان داره کسی بعد از ایام حج میخواد 20 روز 1 ماه مقیم در مکه باشه، خب همون جا میتونه 7 روز دیگرش را روزه بگیرد. تلک 10 کامله، این 10 روز، 10 روز چی شد؟ کامل شد. 10 روز کامل در مقابل اون دم شکرانه هست. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. ببینید این که حج و عمره را با هم انجام میده، این مجوز برای چه کسی هست؟ خداوند میفرماید برای کسی که جز باشندگان مسجد حرام نباشد، جز اهل مکه نباشد، بلکه برای آفاقی هاست، برای کسانی که از اطراف و اکناف می آیند. لذا ذالک، مشار الیه ذالک چی است؟ علما نوشتن مفسرین ای الجمع بین الحج والعمره فی سفر واحد، الجمع بین الحج والعمره فی سفر واحد قرانا کان او تمتعا، چه قران چه تمتع، چون هر دو فی سفر واحد چی هست؟ جمع بین حج و عمره هست. این مجوز برای چه کسی هست؟ لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اهلش حاضر نیست در مسجد حرام، یعنی ساکن مسجد حرام نیست، ساکن حرم نیست، باشنده مکه نیست. واتقوا الله، باز هم نسخه عمل، هر عملی الله تعالی چه امر مصلحی هست چه امر انتظامیهی هست، الله تعالی اونجا تقوا را، دعوت به تقوا را عرضه می فرماید، چون اگر تقوا باشد عمل کردن به احکام خدا بسیار آسان. و تقوا چگونه حاصل میشه؟ واعلموا ان الله شدید العقاب، این نسخه تقواست. میخواهید تقوا نصیبت بشه چیکار بکن؟ استحضار داشته باش، در دل داشته باش، یقین بدان ان الله شدید العقاب، خداوند متخلفین را سخت عذاب میده. وقتی که انسان این دیدگاه را داشته باشد که متخلفین، کسانی که تمرد بکنند به عذاب سختی گرفتار میشن، خود به خود تقوا چیش میشه؟ نصیبش میشه، تخلف نمی کند، گناه و معصیت
نمی کند. الحج اشهر معلومات. اکنون الله عزوجل وقت حج را بیان می فرماید که حج ماهای معلومی دارد، ایام معلومی دارد. ایام حج شوال، ذیقعده و اوایل ذیحجه هست. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. هر کسی که فرض فیهن الحج، بر خود فرض کرد، بر خود لازم کرد، ای الزم علی نفسه بالاحرام. فرض یعنی چه؟ الزم علی نفسه بالاحرام، با احرام بر خود حج را لازم کرد. بله، فیهن در این ماها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سه چیز را الله عزوجل از ممنوعات قرار داده. اول فلا رفث. رفث میگویند صحبت‌های و سخن‌های خصوصی بین زن شوهر که در رابطه با چی هست؟ رابطه زناشویی هست، در رابطه با همخوابی هست. یعنی کلماتی که در رابطه با جماع و همخوابی هست از اونها هم دوری بشه. اونها هم حرامند، چون اون کلمات منجر میشن به چی؟ به مجامعت، رد و بدل اونها. حتی در اون باب اجازه ندارن یک جمله با هم صحبت بکنن. ولا فسوق. فسوق میگویند کلماتی که باعث چی میشند؟ معاصی میشند. کلمات معاصی، کلمات گناه، مثل دشنام دادن، فحش دادن، سب و شتم، بد و بیراه گفتن. هیچ کسی را اجازه ندارد انسان که بد بگه. ولا جدال. و همچنین جنگ کردن نیست در حج. ولا جدال فی الحج. ولا جدال ای ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمکارین. درگیر شدن نیست. جنگ کردن اونجا اجازه جنگ نیست. همراه با رفقای خودش، یا همراه با خدمی که خدمت میکنند، یا همراه با کسانی که به هر حال ماشین دارن، سواری دارن، به کرایه انسان را این طرف اون طرف میبرند. این مسئله متاسفانه اتفاق زیاد میفته. جایی که الله عزوجل بر اساس هر جایی اون نوع گناهان را، اون نوع معاصی را یاد میکنه. بیشتر در سفر حج سفر شلوغی هست، ازدحام هست. اونجا انسان به هر حال به تنگ در می آید. باید صبور باشد، باید تحمل بکند، باید بیندیشد که سرزمینی که آمده چه سرزمینی هست. برای یه چیز بی ارزش، برای مثلا جایی، برای غذایی، برای لقمنانی انسان درگیر نشه. بیشتر حاجی ها اینها را رعایت نمی کنند. با رانندگان درگیرند، با عرض کنم که صاحبان هتل درگیرند، با صاحبان رستوران درگیرند، با رفقا درگیرند، به خاطر جا، به خاطر اتاق، به خاطر خیمه. اینها را الله عزوجل پیش بینی فرموده. انسان جایی رفته که این مسائل پیش پا افتاده هستند، اینها ارزشی ندارند، بهترین جا را او میگیره بذار بگیره، اشکالی. هر کسی از حجاج باید اینها را چی بکند؟ رعایت بکند. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. این سه تا فریضه سلبی بودند. فریضه اول لا رفث، فریضه دوم لا فسوق، فریضه سوم لا جدال، و این فریضه چهارم هست، فریضه ایجابی هست. هر کار خیری که انجام میدهی الله میداند، یعلمه الله، خدا میداند. این ترغیب به طرف هم کار خیر هست، هم به طرف اخلاص هست. اولا هر کاری که انجام میدی اخلاص داشته باش و کار خیر انجام بده، چون الله میداند. خدمت حجاج بکن، طواف بکن، عبادات نفلی، تلاوت، درود، صلوات. لذا الله تعالی این فریضه ایجابی را برای حجاج بیان می فرماید. و پنجم و تزودوا
فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، برای خودتون زاد و توشه بردارید، زاد و توشه بردارید، نیازهای سفرتون را بردارید. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین زاد، بهترین توشه چی هست؟ تقوا، یعنی اجتناب از سؤال، دوری کردن از گدایی، از خواستن. خیلی ها هستند که این نکته را هم رعایت نمی کنند. خب مفسرین که نوشتن این در رابطه با اهل یمن بود، درسته مصداقش اهل یمن، ولی بنا نیست تا قیامت مصداقش اهل یمن باشه. مصداقش امروز اهل ایران میتونه باشه، اهل پاکستان میتونه باشه. اولا تفسیر مدارک اینجا نوشته و کان اهل الیمن لا یتزودون، اهل یمن با خودشون زاد و توشه چیزی بر نمی داشتن. و یقولون نحن متوکلون، ما متوکلیم، خدا درست میکنه، میریم همونجا. فیکونون کلا علی الناس، بر مردم بار میشدند، سر سفره این میرفتن، سر سفره اون میرفتن، اونم به اندازه خودش داره دیگه. فنزل فیهم، این آیه در رابطه با اونها نازل شده. امروز هم توجه بفرمایید، خیلی از افراد هستند که از راههای غیر قانونی میرند، آزاد میرند، از بلاد دیگه میرند، اونجا فکری برای جای خودشون ندارند. عیناً این عبارت را یادداشت کردم که ببینیم مصداقش امروز هم هست. بگن که هتل گرفتی، جا داری، میگه توکل بر خدا، خدا درست میکنه. اونجا میرن تو خیمه های کسانی که برای خودشون خیمه گرفتن، تو اتاق های کسانی. کلن علی الناس هست یا نیست؟ کلن علی الناس هست. میرن سر سفره های مردم، جای رخت خوابی از خودشون ندارن، برنامه ریزی برای خودشون نکردن، میرن مزاحم بقیه مردمی که تو کاروان ها هستند، بقیه مردمی که دارند اونجا مزاحمت میکنند. لذا همین الله تعالی فرمود فقط تزودو، اون زاد و اون توشه‌ای که در یک خورجینی بود و در یک بقچه‌ای بود و نان و تکه خرمایی بود، اون را اطلاق نمیشه. در هر زمانی مطابق اون زمان انسان باید برنامه ریزی بکنه. زاد و توشش را برای امروز کسی که میخواد بره از همین جا اتاقش معینه، از همین جا به هر سواریش، اتوبوسی که با او رفت و آمد میکنه، همه چیزش برنامهش. لذا انسان توکلا نره، باید این برنامه ها را بکنه. قبلا هستن جاهای کشورهایی که همینطور آزاد میبرند، اونها هم یک مقدار پول بیشتری میگیرن، این برنامه ریزی ها را برای حجاج میکنن، ولی حجاج متوکل ماشاءالله این پول واریز نمیکنند. میگن اونجا به هر حال هم شهریان خودمون هستن، هم لباسهای خودمون هستن، اونجا خدمت ایشون میریم. در حالی که اینجا هست مزاحمت هست، اونجا هر یکی مسافر هست، هر یکی به اندازه یک نفر امکانات داره، جا داره. لذا اینها را باید حجاج بزرگوار رعایت. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، لذا توشه بردارید. بهترین توشه چیه؟ تقوا هست، یعنی اجتناب از سؤال، دوری از گدایی. واتقون یا اولی الالباب، از من بترسی. بنویسید در تعمیل احکام، این احکام خدا را به جا بیاورید، عمل بکنید، مو به مو، قدم به قدم. ای عقلمندان از من خدا بترسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور
بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.